زنی به حضور حضرت داوود آمد و گفت: ای پیامبر خدا، پروردگار تو ظالم است یا عادل؟ داوود فرمود: خداوند عادلی است که هرگز ظلم نمی کند. سپس فرمود: مگر چه حادثه‌ای برای تو رخ داده که این سؤال را می پرسی؟ زن گفت: من بیوه زنی هستم و 3 دختر دارم. با دستم ریسندگی می کنم. دیروز شال بافتی خود را در میان پارچه‌ای گذاشتم و به طرف بازار بردم تا بفروشم و با پول آن غذایی برای کودکانم تهیه کنم. در میان راه ناگهان پرنده‌ای آمد و آن پارچه را از دستم رو بود و تهیدست و محزون ماندم. چیزی ندارم که معاش کودکانم را تهیه کنم. هنوز سخن زن تمام نشده بود که در خانه داوود را زدند. حضرت اجازه وارد شدن به خانه را داد. ناگهان 10 نفر تاجر به حضور داوود آمدند و هر کدام 100 دینار نزد آن حضرت گذاردند و عرض کردند: این پولها را به مستحقش بدهید. حضرت از آنها پرسید: علت این که شما دست جمعی این مبلغ را به اینجا آورده اید چیست؟ عرض کردند: ما سوار کشتی بودیم، طوفانی برخاست، کشتی آسیب دید و نزدیک بود غرق گردد و همه ما به هلاکت برسیم. ناگهان پرنده‌ای دیدیم، پارچه سرخ بسته‌ای به سوی ما انداخت. آن را گشودیم، در آن شال بافته دیدیم. به وسیله آن مورد آسیب دیده کشتی را محکم بستیم و کشتی بی خطر گردید. سپس طوفان آرام شد و به ساحل رسیدیم و ما هنگام خطر نذر کردیم که اگر نجات یابیم هر کدام 100 دینار بپردازیم و اکنون این مبلغ را که 1000 دینار است به حضورت آورده ایم که هر که را که بخواهی به او صدقه بدهی. حضرت داوود رو به زن کرد و گفت: پروردگار تو در دریا برای تو هدیه میفرستد، ولی تو او را ظالم میخوانی. سپس 1000 دینار را به آن زن داد و فرمود: این پول را در تأمین معاش کودکانت مصرف کن. خداوند به حال و روز تو آگاه تر از دیگران است.